نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. و حال میرسیم به سوره مبارکه ملک. سوره مبارکه ملک بعد از این همه سوره ها آمد. 9 تا سوره، یا با سوره حدید اگر حساب بکنیم 10 تا سوره، که در این 10 تا سوره فقط موضوع انفاق و جهاد بود، یا انفاق یا جهاد یا هر دو. بعد از اینکه اون موضوع تمام شد و حق مطلب ادا شد، مجدد میرسیم به مبحث توحید. در واقع اشاره به این هست که همه کارها، هر چی که جهاد صورت میگیرد، انفاق، به خاطر اثبات توحید است. لذا الله عزوجل در سوره ملک تا جن 5 سوره هستند. در این 5 سوره الله تعالی مبحث توحید را تکرار میفرماید و در ملک شما میخوانید این مطلب را که برکات دهنده فقط و فقط ذات الله است. بغیر از الله هیچ کس برکت نمیده. لذا تبرک را از جای دیگه نجوید. یکی خاکی میاره میگه این تبرک است میخوره، یکی سنگی میاره، یکی از جای تکه پارچه‌ای میبره، جای بر قبری پارچه‌ای میبنده و بعد بر میداره که تبرک. برکت دهنده فقط ذات الله است. مدعای این سوره، ادعای این سوره همین است که بغیر از الله هیچ کسی برکات دهنده نیست. در این سوره عرض کردم تا سوره جن همین موضوع است. 6 تا سوره هستن غالبا. بعد از این سوره سوره قلم است که الله عزوجل در این سوره میفرماید برکات دهنده فقط ذات من است. در سوره قلم میفرماید ودوا لو تدهن فیدهنون. ای پیامبر، آنان دوست دارند که در مقابل اونها شما از خود نرمش نشان بدهید تا آنها هم نرمش نشان بدهند. بعد از این در سوره الحاقه الله عزوجل تخویف بیان میفرماید، بیم میدهد از عذاب آخرت کسانی که خدا را برکت دهنده ندانند. بعد از اون سوره معارج میاد، در اون سوره زجر و توبیخ است برای کسانی که الله را برکات دهنده ندانند. و بعد از سوره معارج سوره نوح است. در سوره نوح دلیل نقلی از پیامبر خدا سیدنا نوح برای اثبات توحید. و بعد از سوره نوح سوره جن است. در اون سوره هم دلائل نقلی از جنات بیان میشه برای اثبات توحید. پس همه این سوره ها در واقع حلقه های یک زنجیر هستند که با هم دیگر پیوسته و مرتبطند. الله عزوجل در این سوره مبارکه برای اثبات توحید و برای اینکه فقط ذات الله است معبود و برکات دهنده، الله تعالی چند تا دلیل بیان کرده. بیشتر دلائل، همه دلائل عقلی هستند. 3 تا دلیل عقلی عام هستند و 8 تا دلیل عقلی خاص هستند.
باز در لابلا اینها تخویف و تبشیر هم هست که الله میترساند، هم مژده میدهد، اینها هم هست. اما ابتدا مدعای سوره الله میفرماید تبارک الذی بیده الملک، با برکت است آن ذاتی که بیده الملک، به دست او هست پادشاهی. با برکت است یا برکات دهنده هست. تفسیر جلالین تبارک یعنی تعالی و تعاظم، اون ذات بسیار عالی و عظیم هست. اون ذات هم عالی و عظیم هست، هم برکات فقط به دست او هست. من در رابطه با برکات یکی دو تا فایده برای شما ذکر بکنم. اون اینه که تبرک شرعی اونی هست که ما میتونیم از شریعت، از قرآن، از سنت برایش دلیل بیاریم. بغیر از اون چیزی نمیتونه تبرک باشد سبب برکت. الله عزوجل برکت میده در هر چیز، ولی اونایی که به عنوان تبرک هستند، یکی آب زمزم هست. تبرک یکی چیه؟ آب زمزم هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود ماء زمزم لما شرب له. آب زمزم برای هر مقصدی که نوشیده بشه مقصدت حاصل میشه. یعنی هر نیتی بکنی، هر دعایی بکنی، الله دعایت را قبول میکنه. و دیگه آثار انبیا برکتن، تبرک است اونها. یعنی یک چیزی اثری از پیغمبر بجا مانده، مثلا عمامه پیغمبر، مثلا لباسی که از پیغمبر، حتی موهای پیغمبر، باقی مانده آب وضوء پیغمبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیبیه وضو گرفتند، آبها باقی ماند، در دست بلال رضی الله تعالی عنه بود. صحابه روی این آبها هجوم آوردند، بعضی ها را چند قطره می رسید که بر بدن خودشون مالش می دادند. یا مثلا موهای مبارک را وقتی که حلق کردند بعد از احرام، موها را بین صحابه تقسیم کردند، به یکی دو تا می رسید، به یکی می رسید، دو تار مو. لذا آثار انبیا برکتند. جایی که پیغمبر دست بگذارد، پا بگذارد، اونجا برکت است. صحابی بچه‌ای بود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم دست گذاشته بود، بعد از اون قسمتش موها را اصلا اصلاح نمی کرد تا اینجا افتاده، بقیه را اصلاح می کرد، چون اونجا دست رسول الله گذاشته بود. این تبرک است. پس اون چیزی که از آثار انبیا باشد. ما در قرآن داریم، در سوره بقره ما خواندیم که برای طالوت صندوقچه‌ای که مال موسی بود، بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه، اون تابوتی و صندوقچه‌ای که یادگارهای آل موسی و آل هارون بود. مفسرین نوشتند که عمامه هارون بود، نعلین موسی بود و عصای موسی تو اون صندوقچه بود و نسخه اصلی تورات بود. خب این آثار بجامانده از انبیا، اینا تبرک بودن. بنی اسرائیل هر جا میخواست با هر قومی بجنگه، این تابوت را، این صندوقچه را جلوی خودشون میگذاشتن، خدا فتح نصیبشون میکرد. پس آثار باقی مانده انبیا اینها چیان؟ تبرکند. اما عزیزان، بغیر از اینها، از بقیه اولیاء، از بقیه صحابه ثابت نیست که آثار اونها تبرک باشن. شاید شما توی کتابی ببینید که یک مثلا عالمی عمامه استاد خودش را گرفته به چشمان گفته این تبرکه. این عمل همون عالم هست، ولی در قرآن و سنت ثابت نیست. ما این حدیثی که خواندیم، تبرک گرفتن از آثار رسول الله ثابته، اما بعد از رسول الله افضل اون امت کیه؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، سرتاج اولیاء.
اما هیچ کسی از آثار ابوبکر چیزی به عنوان تبرک نگرفت. بنابراین برکات و تبرک اونی که ثابت باشد، اونی که ثابت نیست اینها رو تبرک گرفتن درست نیست. مثلا ما باید در هر چیز پایبند شریعت باشیم. جایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم دست کشیده اونجا دست کشیدن برای ما عبادته. جایی که آن حضرت دست نکشیده اونجا دست نکشیم. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم حجر الاسود را بوسیدن، ما ببوسیم، اما بقیه دیوار کعبه را نبوسیدند، پس برای ما درست نیست. بر رکن یمانی آن حضرت استلام کردند، خب ما هم باید استلام بکنیم، سنته اگر تونستیم. بقیه رکنها، بقیه گوشه های کعبت الله آن حضرت استلام نکرده، برای ما هم لازم نیست. حتی غلاف خانه کعبه تبرک نیست. این پیراهنی مدتی به تن خانه کعبه بوده، یکی از علما تکه اونجا چون سالانه تقسیم میکنن تکه تکه میکنن، تکه را آورده بود و طلاب دوره حدیث را که یک سالی اونجا در مدرسهش فارغ التحصیل شد، از زیر اون تکه و تکه غلاف خانه کعبه طلاب را گفته بود از زیر این رد بشن. حضرت استاد رحمه الله مولانا جاجروی یک جمعه فقط بر علیه این سخنرانی کرد، گفت شما عالمید، درسته ما با خانه کعبه چی داریم؟ محبت داریم، اما یک چیزی که برای ما ثابت بشه از قرآن و سنت ما باید به او عمل بکنیم. شما که این را سبب برکت میدونید، حدیثش کجاست؟ آیهش کجاست؟ از کجای قرآن و سنت ثابته؟ بنابراین هر چیزی که از قرآن و از سنت تبرک او ثابت بشه اون برای ما موجب برکته، و هر چی که ثابت نشه ما نمیتونیم که به هر حال با عقل خودمون، با قیاس، با اجتهاد خودمون یه چیزی را تبرک بدانیم، باعث برکت بدانیم. و بعض چیزی که تبرک است برکت دهنده فقط الله عزوجل. بعضی از مردم خاک را میارن، میگه این خاک مبارکی هست، این ثابت نیست. چه خاک مدینه باشه، چه خاک کربلا باشه، چه خاک مشهد باشه یا هر جا باشه، ما باید پایبند باشیم. اون چیزهایی که الله عزوجل اونها را متبرک قرار داده اونها متبرکن، و اونی که ثابت نیست لذا تبرک گرفتن با اونها درست نیست. بنابراین این بحث چون برکت آمد، این بحث آمد، الله می فرماید تبارک الذی بیده الملک، با برکت است آن ذاتی، یعنی تمام برکات از سوی اوست. این اولین دلیل عقلی عام است. چیه؟ الذی بیده الملک، چون که اون ذات کسی هست که تمام پادشاهی مطلق در دست او، بغیر از او کسی ندارد. و هو علی کل شیء قدیر، الله می فرماید اون ذات بر هر چیز قادر است. این دلیل دوم، برکت دهنده او است چون اون واقعا قادر مطلقه. دلیل عقلی سوم، سه تا دلیل عام بودن. الذي خلق الموت والحیات، الله آن ذاتی هست که موت و حیات را آفرید، مرگ هم به دست او، حیات هم به دست او. اما حکمت این مرگ و حیات چیه؟ چرا ما آمدیم دنیا؟ چرا دوباره میمیریم؟ یا اینکه نمی آمدیم، وقتی که آمدیم اینجا میماندیم برای همیشه؟ نه، برای هدفی آمدیم. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکه شما را بیازماید، شما را امتحان بکند کدام یک از شما بهترید از نظر عمل. و هو العزیز الغفور، اون ذات غالب است، هر کاری را قادر است، اما غفور هم است، بخشاینده هم هست.
خب اینها 3 تا دلیل عقلی عام شدن. 8 تا دلیل عقلی خاص. الله می فرماید الذي خلق 7 سماوات طباقا، الله آن ذاتی است که آفرید 7 آسمان را طباقا، طبق به طبق، با فاصله، با فرجه، که در میان هر یک از این آسمان ها صدها سال فاصله هست و این آسمان ها پر از مخلوقات هستند و این آسمان ها چگونه خلق شدند. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، شما نمی بینید در پیدایش رحمان هیچ نوع تفاوتی. جایی تو این آسمان میتونه پیدا بکنی که این قسمتش با اون قسمت فرق میکند؟ اینجا شکاف داره اونجا شکاف نداره، اینجا کجه اونجا راسته، هیچ نوع تفاوتی. شما را اینجا نشون بدند، آسمان را خوب نگاه کن، چشمای شما را ببند، 1000 کیلومتر اون طرفتر ببر، دوباره نگاه میکنی آسمان را، فکر میکنی همون آسمان اول است. این همه وسعت و این همه تناسب، عدم فرق. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، نمی بینی در پیدایش الرحمن هیچ نوع اختلافی، هیچ نوع عدم تناسبی. فرجع البصر، ای انسان، ای بنده، ای مخاطب، یک بار دیگه چشمایت را برگردان، اول آسمان را نگاه کردی بازم نگاه کن. هل ترى من فطور، آیا شکافی میبینی؟ آیا فرجهی میبینی؟ سوراخی میبینی؟ ثم ارجع البصر کرتین، سپس برگردان چشمانت را بار بار، دو بار نه فقط، بار برگردان. ینقلب الیک البصر خاسئا، چشمانت برمیگرده به سوی تو خسته. خاسئا یعنی ناکام، و هو حسیر، در حالی که خسته شده. ناکام به معنی که هیچ چیزی دستش نمیاد، هر چی بگرد یک جای سوراخ سنبه‌ای، یک جای شکافی، یک جای فتوری پیدا بکنی نمیتونی پیدا بکنی. لذا چشمت خسته میشه و خودت بی حاصل بی فایده. لذا الله چنین ذاتی است. این دلیل عقلی اول چقدر قدرتمنده، چه زیبا خلق را آفریده. و دلیل دوم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، همانا ما مزین کردیم، ما نورانی کردیم و ما آراسته کردیم آسمان دنیا را به وسیله چراغ‌های ستاره‌های هستند، چه زیبا می درخشند، چه نوری دارند. از هزاران سال نوری فاصله، از اونجا درخشششون تا اینجا با چه زیبایی هست. الله این را مزین کرده. و جعلناها رجوما للشیاطین، و آنها را ما قرار دادیم رجوما للشیاطین، که اینها میزنند شیاطین را، رجم میکنند. این را تفصیلش را انشاءالله در سوره جن در همین جز میخوانیم که چگونه شیاطین میرفتند اخبار میگرفتند از آسمان ها، و بعد از این که سلسله ختم نبوت بسته شد و وحی بر آخرین پیامبر خدا جاری شد، بعد از اون تمام ورودی هایی که به آسمان میرفت برای جنات درها بسته شد. بعد از اون هر جنی میرفت از ستاره ها یک شهاب ثاقب و یک شهاب روشنی حواله میشد و این جن را میسوزاند و پودر میکرد. لذا الله میفرماید و اعتدنا لهم عذاب السعیر، برای اون شیاطین ما عذاب جهنم را آماده کردیم. سعیر اون عذابی که شعله میزند. البته بعضی گفتن که مراد
عذاب جهنم نیست، اون در آخرت است. همین عذاب سعیر سوزان، اون همین شهاب ثاقب است که جنات را و شیاطین را می سوزاند و از بین می برد، نابود می کند. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. الله می فرماید کسانی که کفر می کنند نسبت به ربشان، کسانی که انکار می کنند توحید خالق را، برای اونها عذاب جهنم است و بئس المصیر، جای رجوع بسیار بدی هست. الله عزوجل چند کلمه و چند جمله درباره شدت عذاب جهنم و سختی عذاب جهنم می فرماید. الله می فرماید اذا القوا فیها، زمانی که انداخته میشه این کافر در جهنم، کافران انداخته میشوند. اصل معلوم میشه، انسان امیدوار میشه. اصل جهنم برای کافر درست شده، برای مؤمن درست نشده، مگر اینکه مؤمن خیلی کوتاهی بکند. الله نجات بده از کوتاهی. اذا القوا فیها سمعوا، هرگاه انداخته میشوند کافران در آن جهنم، سمعوا لها شهیقا، میشنوند برای اون جهنم سر و صداهای عجیب، آه و فغانهای عجیب. و هی تفور، در حالی که اون جهنم فواره میزند، آتشش چنان فواره میزند که انسان تعجب میکند. در آیات دیگه میخوانیم که فواره های جهنم چه اندازه بزرگ هستند و اون جرقه هایی که بیرون میشه. الله عزوجل میفرماید به اندازه ساختمان یک جرقهش. تکاد تمیز من الغیظ، الله میفرماید نزدیک است که جهنم منفجر بشه از غیظ. تمیز من الغیظ، از بس که عصبانی است بر مجرمین، از بس که غرش میکند بر کافرین و مشرکین، نزدیک است که منفجر بشه. کلما القی فیها فوج، هرگاه که انداخته می شود در جهنم فوجی از کفار، گروهی از کفار، سألهم خزنتها، می پرسد از این فوج، از این گروه، از این جماعت تازه وارد، خزنه جهنم می پرسند، داروغه های جهنم می پرسند الم یأتکم نذیر، آیا برای شما ترساننده از جانب الله نیامد؟ آیا نیامدن کسانی که شما را از عذاب خدا بترسونند؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، میگوین چرا نه، بله آمد برای ما کسانی که ما را ترسوندند از عذاب خدا. خب چی شد؟ فکذبنا، ما اونها را تکذیب کردیم، ما اونها را دروغگو گفتیم. و قلنا ما نزل الله من شیء، و به آنان گفتیم الله هیچ چیزی، چنین چیزی که شما میگید نازل نکرده، خدا نازل نکرده، شما از طرف خود میگید. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نیستی شما مگر در گمراهی بزرگی، شما گمراهید، آمدید ما را هم گمراه بکنید. ما به اونها این جواب دادیم. و قالوا لو كنا، اما الان پشیمانیم، الان نادمیم، عجب اشتباهی کردیم. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل، آنان میگویند، مجرمین میگویند اگر ما در دنیا گوش میکردیم، لو كنا نسمع، اگر ما گوش میکردیم، او نعقل، یا اگر ما درک میکردیم، ما میفهمیدیم، ما كنا فی اصحاب السعیر، ما اینجا در اصحاب السعیر نبودیم، اینجا در میان کسانی که تو جهنم هستند نمی افتادیم، ما نجات می یافتیم. الله می فرماید خلاصه این که فاعترفوا بذنبهم، اینها به گناهشون اعتراف می کنند. فسحقا لاصحاب السعیر،
یعنی دوری باد، دوری برای اصحاب سعیر. دوری از چی؟ دوری از رحمت الله، دوری از لطف و مهربانی الله. اینها رحمت خدا را اصلا نمی بینند چون که اینها کفر کردند. اما در مقابل کفار بشارت برای مؤمنان. کدوم مؤمن؟ اون مؤمنی که از ربش می ترسد. ببینید فقط مؤمن بودن شرط نیست، این صفات شرط. اولین صفات خشیت، کسی که از پروردگارش بترسد. اون کسی می ترسد که گناه نمی کند. هر کسی که جرأت به گناه دارد اون نمی ترسد. الله ما را جز اون کسانی بگرداند که می ترسند. الله می فرماید ان الذين يخشون ربهم بالغیب، همانا کسانی که می ترسند از ربشان بالغیب، یعنی ندیده می ترسند. ما هنوز رب را ندیدیم، جهنمش را هم ندیدیم، بهشتش را هم ندیدیم، عرش و کرسی ندیدیم، بقیه آیات عظام پروردگار را ندیدیم، ولی الان همین که ندیدیم و بترسیم، این از ایمان بالغیب، این از خشیت بالغیب. برای این انسان هایی که ندیده میترسن، لهم مغفرت و اجر کبیر، برای آنان مغفرت است و اجر بسیار بزرگ است. اجر بسیار بزرگی برای این انسان هاست. و اسروا قولکم او اجهروا به، الله می فرماید سخنتون را آهسته بگویید یا بلند بگی، الله میشنود. شما آهسته آهسته دعا بکنید، آهسته آهسته به ربتان هم کلام بشید یا بلند بلند، الله میشنود. نه اینکه کلام شما را میشنود، بلکه از اسرار دل شما هم خبر دارد. انه علیم بذات الصدور، بدون شک اون ذات دانا هست به راز سینه ها. لذا یک مؤمن باید اعتقاد باشد، اعتقادش که از ته و توه من، از ظاهر و باطن من الله خبر دارد. اما بسیاری از مفسران نوشتن که آیت درباره مشرکینه، مشرکین نه و منافقین، و همچنین مشرکین مکه. آیه مکی هست. مشرکین مکه وقتی که با هم مشوره می کردند اینقدر احمق بودند، می گفتن بلند صحبت نکنید، چون که هر بدبختی، هر نقشه، هر توطئه‌ای که می کشیدن خدای عزوجل به پیغمبرش می گفت، آیه نازل می شد. اونا تعجب می کردن که خدای محمد کجاست. لذا وقتی که با هم می نشستند می گفتن آهسته صحبت کنید که خدای محمد میشنوه. بعد به محمد میگه. بعضی مفسرین این شأن نزول نوشتن. لذا به اونها خدا فرمود و اسروا قولکم، شما قولتون را پایین بگیرید، آهسته صحبت کنید، او اجهروا به، یا جهرا صحبت کنید، فرقی نمیکنه. صحبت شما به جای خود. انه علیم بذات الصدور، خداوند به اسرار دلها حتی خبر دارد، به راز سینه ها هم خبر دارد. الا یعلم من خلق، چرا خبر داشته نباشد؟ خبر دارد. آیا نمیداند آن ذاتی که آفریده، آن ذاتی که خودش خلق کرده، اون ذات از همه اسرار شما با خبر است. و هو اللطیف الخبیر، این علت است چون اون ذات لطیف است. لطیف به معنی باریک بین، لطیف به معنی ظرافت ها را میداند، باریکی ها را میداند، اسرار را میداند. الخبیر، از همه چیز خبر دارد. لذا از پیش او نمیتونی مخفی بکنی، از جلوی او نمیتونی پنهان کنی. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها،
این دلیل عقلی چهارم از خاص، دلیل خاص عقلی چهارم. الله عزوجل قبلا ما رفتیم به آسمان، از ستاره های آسمان فرمود، از عرض کنم خود آسمان فرمود هیچ نوع شکافی نیست، هیچ نوع فتوری نیست، ستاره هایش چقدر زیباست. حال از آسمان میایم به زمین، همین زمین خودت را مطالعه بکن ای انسان. تو این زمین الله عزوجل چه نعمتهایی مطابق احوال شما برای شما آفریده. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، الله آن ذاتی هست که زمین را برای شما تابع قرار داد. شما این زمین هم راه درست میکنی میری، هم زمین نرمه برای خود ساختمان درست میکنی، هم چاه میزنی از زمین آب میکشی، هم شخم میزنی زمین را برای خودت میکاری. چه منافعی تو این زمین است. آب را از زمین میگیره انسان، نان را از زمین میگیره، مسکن همین زمین هست، همه فواید و زندگی انسان از زمین هست. لذا الله می فرماید هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما زمین را تابع. فامشوا فی مناکبها، شما بروید بر شانه های اون زمین. و کلوا من رزقه، و بخورید از اون زمین. و الیه النشور، و فقط به سوی الله دوباره زنده شدن است. خب وقتی زنده بشی از همه نعمت ها خدا میپرسد. حال تخویف دنیوی، اامنتم من فی السماء، آیا شما ایمن هستید، شما بیغم هستید از اون ذاتی که در آسمان هاست؟ مگر الله عزوجل در آسمان هاست؟ قرآن که گفته در آسمان هاست، ما میگیم در آسمان هاست، اما به چه کیفیت الله اعلم. این آیات را مفسرین گفتن الآیت من المتشابهات، از متشابهات است. کیفیتش را که کجاست، چی میکند نپرسید. لکونه تعالی منزها عن التمکین فی السماء، الله عزوجل اینکه در جای مخصوصی از آسمان جای داشته باشد، مکان داشته باشد، از این پاک است. فمذهب السلف السکوت، مذهب سلف ما چیه؟ سکوت در این رابطه، تفسیر مظهری. لذا اون ذاتی که در آسمان هاست، آیا اون ذات شما از او بیغم هستید؟ ایمن هستید؟ با شما کار نداره؟ شما را الله خسف نمی کنه، تبدیل به حیوان دیگر نمی کنه چنانچه بعضی از اقوام را کرد؟ یا شما را خسف و مسخ است، خسف در زمین نمی کنه، در زمین مثل قارون شما را فرود نمی بره که زمین شما را ببلعد؟ یا اینکه بر شما سنگ باران نمی فرستد، به جای آب بر شما سنگ بباراند؟ چرا شما ایمن هستید؟ شما باید بترسید، باید خوف داشته باشید. الله می فرماید اامنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض، آیا شما ایمن هستید از آن ذاتی که در آسمان هاست؟ ان یخسف بكم الارض، اینکه شما را در زمین خسف بکند، فرو ببرد. و فاذا هی تمور، در این هنگام ببینی که زمین تمور یعنی تکان میخورد، حرکت میکند و شما را میبرد. ام امنتم من فی السماء، آیا شما ایمن هستید از آن ذاتی که در آسمان هست؟ ان یرسل علیکم حاصبا، این که بر شما بادی که شن باشد، طوفان شن، بادی که سنگ با خودش داشته باشد بر شما بفرستد. فستعلمون کیف نذیر، ان قریب شما میدانید که کیف نذیر، انذار خدا چقدر سخت است، اینکه خدا میترساند چقدر سخت است.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نکیر. الله می فرماید همانا تکذیب کردند کسانی که قبل از این مشرکین مکه بودند، ببینید انجام اونها، نتیجه اونها چی شد. فکیف کان نکیر. نکیر به معنی عذاب است، مراد عذاب است، منظور اون عذابی که بسیار ناپسند بود، اون گرفتی که برای اونها سخت بود چی شد. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. این دلیل پنجم خاص است. الله عزوجل به صورت خاص از بعضی چیزها دلیل میگیرد. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. آیا به پرنده نگاه نمی کنند؟ انسان یه هواپیمایی درست میکنه، چقدر افتخار میکنه. کشورهایی که هواپیما درست میکنند به عنوان یکی از هنرهای خودشون که هیچ کس مد مقابل اونها نیست، اما الله عزوجل چقدر پرنده درست کرده. اینایی که لا یعقل هستند، اینا چطور میرن تو آسمان پر میزنند؟ و بعض هواپیما را الگو برداری کرده از پرنده، به غیر از اون صورت دیگه صورتی نمیتونن درست بکنند. لذا الله می فرماید اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. آیا نگاه نمی کنند به پرنده که بالای سرشان هست، صافات، پرهای خودش را صاف کرده، و یقبضن، پرهای خودش را جمع می کنند. گاهی فقط پرش صاف هست، همینطور صاف باید بیفته، نمیفته، مثل پرندگانی مثل شاهین و عقاب. و بعضی ها پر میزنن، جمع میکنن، هر نوعش هست. ما یمسکهن الا الرحمن. اینها را نگه نمیدارد اونجا مگر ذات رحمان. انه بكل شیء بصیر. این علت است، همانا اون ذات به هر چیز بیناست. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. انسان باید از این دلائل متنبه بشه، موحد بشه، یکتا پرست بشه. اگر نشود الله عزوجل می فرماید عذاب من بیاد، پناهگاه شما کجاست؟ لشکری که شما را نجات بده کیه؟ معرفیش کن. امن هذا الذی، آیا کی هست این کسی که هو جند لکم، اون لشکر شماست، ینصرکم من دون الرحمن، اون شما را یاری می کند غیر از رحمان، نیست کسی دیگه. ان الکافرون الا فی غرور. حماقت کفار، حماقت مجرمین، کافران نیستم اگر در فریب خوردن بیچاره ها، فکر میکنه اینا فقط حرف و حدیثه، اصلا اتفاقی نمیفته. کی گفته عذاب، کی گفته خسف، کی گفته مشکلات. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه. این دلیل دیگری هست از دلایل عقلی خاص. آیا کدام ذات است؟ من هذا الذی، کی است این ذاتی که یرزقکم، شما را رزق میده، ان امسک رزقه، اگر الله رزق خودش را امساک بکند، الله جلوی رزق خودش را بگیرد، کی شما را رزق میده؟ بل لجوا فی عتو و نفور. الله می فرماید بلکه اینها وارد شدند در سرکشی و در تنفر عن توحید، نفور عن توحید. یعنی اینها به جای اینکه از این آیات متذکر بشن، متنبه بشن، بیاین به سوی توحید و توبه، لجوا فی عتو، اینا در سرکشی سرشون را پایین آوردن، و نفور و تنفر از توحید. افمن یمشی مکبا، تقابل است اینجا، مقایسه بین یک انسانی که
موحد و یکتا پرسته و بین یک انسانی که اون مشرک و همه چیز پرسته. الله می فرماید افمن یمشی مکبا، آیا اون انسانی که یمشی مکبا علی وجهه، راه می رود سرنگون بر چهره اش. کفار روز قیامت بجای که بر پاها را بروند بر چهره را می روند. ام المؤمنین عایشه پرسید یا رسول الله چطور انسان بر چهره را می رود؟ ممکن نیست. گفت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود اون ذاتی که بر پاها راه میبرد اون ذات قادر است بر چهره هم راه ببرد. اون ذات قادر است ما را بر چهره هم راه ببرد. لذا الله اینجا میگه افمن یمشی مکبا، منظور کافر است. آیا اون انسانی که یمشی راه میرود سرنگون بر چهره اش، اهدا، اون بیشتر بر هدایت است، ام من یمشی، یا اون انسانی که میرود سویا برابر میره علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم. کدوم بهتره؟ مشخصه اون موحد، اون یکتا پرست، اون که بر صراط مستقیم است. پس بعد از دلیل عقلی پنجم خاص، پیرو اون اینها سوالاتی بودند که این سوالات خودشون روشنگر هستند، روشنگرانه هستند. گاهی طرف استاد، معلم، هر کسی باشه طوری استفهام میکنه، چند چیز را از شاگرد میپرسه که شاگرد کل درس را میفهمه. لذا در این سوالاتی که الله از ما پرسیدند، اگر بر این سوالات نظر غور و تعمق باشه، خوب انسان فکر بکنه، همه توحید را میفهمد یعنی چی. لذا الله عزوجل بعد از این دلائل دلیل ششم عقلی خاص را بیان میفرماید. قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والابصار والافئده. اعلام بفرما الله آن ذاتی هست که انشأکم، اون ذات شما را آفرید، شما را خلق کرد، و جعل لكم السمع والابصار، و قرار داد برای شما گوش، چشم، والافئده، دل. اما قلیلا ما تشکرون، بسیار کم است، اندک است اون چیزی که شما شکر میکنید و سپاس گذارید. قل هو الذی ذرأکم، این دلیل هفتم است. بگو الله اون ذاتی است که شما را آفرید، در زمین منتشر کرد و خلق کرد در زمین، و الیه تحشرون، فقط و فقط به سوی او جمع کرده میشوید. وقتی که به اونها گفته میشد که و الیه تحشرون، در روز قیامت حشر و نشر شما در بارگاه الهی هست، اونا مسخره میکردند، تمسخرا و استهزاء میگفتند و یقولون متى هذا الوعد، این عناد قوم است. آنان میگویند متى هذا الوعد، این وعده کی هست اگر شما راست میگید؟ جوابشون، اما در جواب، این جواب تحقیقی هست. قل انما العلم عند الله، تعیین علمش نزد الله است. جز این نیست که علم قیامت و علم وقوع قیامت که صبح هم در سوره اعراف خواندیم به تفصیل نزد الله عز و جل است. و پس شما چی کارید؟ و انما انا نذیر مبین، من الله فرستاده به عنوان نذیر، به عنوان ترساننده آشکار، شما را از اون بیم میدهم، شما را میترسونم. مردم قیامت میاد، عذاب میاد، بس همین قدر. کار من بلاغ است. الله میفرماید فلما رأوه زلفة، تخویف اخروی، مجرمین وقتی که اونجا میرسند، وقتی که آتش را نزدیک میبینند، عذاب را نزدیک میبینند، بیخ گوششون میبینند، اونجاست که چهرهشون متغیر میشه، اونجاست که همه چیز عوض میشه. الله میفرماید فلما رأوه زلفة، زمانی که او را نزدیک ببینند، سیئت وجوه الذین کفروا، بد چهره میشه، بد شکل میشه
چهره کفار وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، تذلیل مجرمین. از جانب الله گفته میشه، از طریق فرشتگان به آنان گفته میشه هذا الذی، ای کفار این همون چیزی هست که کنتم به تدعون، شما این را میخواستید، شما میگفتید متى هذا الوعد، خودتون خواستید، الان چرا میترسی؟ چرا رنگت پریده؟ این همون چیزی که خودت مطالبه میکردی. قل ارأیتم ان اهلکنی الله، به آنان بگو خبر بدهید به من اگر مرا الله هلاک بکند، الله مرا از بین ببرد، نه تنها مرا و من معی، هر کسی که با من هست، او رحمنا، یا اینکه الله بر ما رحم کند، قدرت مال او هست. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، که از که کافرین را پناه بده از عذاب دردناک. مسلمه غیر از ذات الرحمن هیچ کسی نمیتونه باشه. قل هو الرحمن، بگو اون ذات فقط ذات رحمانه. آمنا به، ما به اون ذات ایمان آوردیم، و علیه توکلنا، فقط و فقط بر او توکل میکنیم. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب شما میدانید چه کسی هست اون انسانی که در گمراهی آشکار است، در گمراهی آشکار به سر میبرد. آیا شما کفار که منکر قیامت هستید، منکر